یکی باره برای من این خیلی دشوار بود که هیچ کردن رو نمیدونستم. بسیار غمگین بودم، رو افتاده بودم، تلویزیون تماشا میکردم. سال 2012 уже سر شده بود. 2012 این بازی لندن پارالیمپیسکی در آنجا گذرانده شده بود. در آنجا یک دختری بود که نه دست دارد نه پا دارد که باید در مسابقه حیات خود را مبارزه برده، در مسابقه جای اول را گرفت، مدال را گرفت و برای من این بسیار موتیواسیون من میشد به زبان روسی. این برای من درس شد. خوشبختانه یار دوستا هستم. از اونجا است که دولت دستگیر نمیکنم، یار دوستا دستگیر میکنم. خیلی در پاکستان البته خیلی مشکل است برای مشق کردن، برای یک اونجا مسابقه های اشتراک کردن. در بسیار دولت‌ها بودم، دیدم که چه شرایطی خوب دارن، در آدمی امکاناتشون محدود، یگان خیلی دشواری نمیکشن در آنجا. من از میبینیم که من در اینجا چقدر مشکلی است. اگر یگان جا فراموده نیستم، البته برای من یاردم در کار آوردم، یار دوستا در